زیباترین غزلی که تمام درس‌های زندگی را به انسان می‌آموزد. عشق را بی معرفت معنا نکن، زر نداری مشت خود را وا مکن. گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کس ار بد کرده ای حاشا مکن. ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. زر به دست طفل دادن ابلهی است، اشک را نذر غم دنیا مکن. پیرو خورشید یا آیینه باش، هرچه عریان دیده ای افشا مکن. ای بسا بادی که بوم یوم شد، بر سر یک مشت گل دعوا مکن. چون خدا بر تو خدایی می کند، اضطراب از روزی فردا مکن. پشت بر محراب دل کردن خطاست، قامتت را جای دیگر تا مکن. متحد گردید و طوفان شد نسیم، دوستی با بی سر و بی پا مکن. چون به شمعی می رسی پروانه باش، وز نگاه این و آن پروا مکن. پیش بیرنگان که مست حیرتند، گر دو رنگی می کنی با ما مکن. گر ز آب برکه می ترسی پریش، دعوی غواصی دریا مکن. جالب است بدانید که 7 بیت از این غزل زیبا در فضای مجازی با عنوان 7 درس مولانا یا 7 قانون مولانا مشهور شده. اما این شعر ناب سروده شاعر معاصر بهرام سیاره متخلص به پریش شهرضایی است که در سال 91 در شهرضا درگذشت. از این شاعر معاصر 3 دیوان بر جای مانده و او در غزلیات خود از مضامین عاشقانه، عارفانه، آزادی و بی‌نیازی استفاده می‌کرد. همچنین او اشعار محلی و فولکلور می سرود که شدیداً مورد علاقه مردم قرار گرفت. به همین دلیل پریش از مشکلات زندگی به زبان محلی و مادری در اشعارش سخن می گفت و همین موضوع باعث محبوبیت اشعار او در بین مردم شد.